من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. جلسه گذشته تا فصل سوم مربی کیست و مطالبش رو عرض کردیم. این جلسه فصل چهارم، روش تربیتی اسلام. من بنا دارم که تا ابتدای عنوان تدبر انشالله عرض بکنم. حالا اگر کمی طول کشید و حالا سعی میکنم سریعتر رد بشیم چون خیلی از مطالب رو گفتیم، ولی انشالله تا ابتدای تدبر عرض بکنیم که دیگه از تدبر به بعد رو بذاریم برای جلسه آینده. خب، روش تربیتی اسلام، صفحه 65. اسارت ها. بشر اسیر نیروهایی است که او را به خود می‌کشد، در خود فرو می‌برد. 1. غریزه ها، میل ها او را آزاد نمی‌گذارند. حب نفس، حب دنیا، حب لذت، حب شهرت و سایر غریزه ها در او حکومت دارد، او را به هر طرف می‌کشد. اضافه بر اینها به نظرم این چیزی که ما الان خیلی در دوران ما باش مواجهیم، حب راحتیه و حب تنبلی. یعنی مخاطب جوانی که ما امروز باش مواجهیم شاید قبل از همه اینها و اندازه همه اینها این تنبلیه و راحت طلبیه خیلی الان به واسطه، حالا مقدماتش زیاده، به واسطه فضای تربیتی و خانواده ها و کوچک شدن بعد خانواده و اینها، معمولا بچه‌هایی که الان ما باش مواجهیم یکی دو تا خواهر برادر بیشتر ندارن و کلا تنبل بار اومدن. این مشکلیه که بعد توی سنین بالاتر این آدمه مسئولیت پذیر نیست، مطالعه نمیکنه، حال تفکر نداره، مثلا معتاد و درگیر تلویزیون و موبایل و رسانه و اینها خیلی هست و این خوش تنبلی و اعتیاد ایجاد میکنه. این یک دسته اسارت هاست. یک دسته اسارت ها حرف های مردم، نیاز به مقبولیت، نیاز به تعریف، اینها هستند. و دسته سوم جلوه های دنیا، زینت های آن، چشم او را پر میکند، دل او را به دنبال میکشد و الی آخر. دیده ایم چه جنایت ها و فداکاری های به خاطر جلوه های دنیا و حرف های خلق رخ میدهد. از این گذشته بشر گرفتار دشمنی است که هیچ کار او را رها نمی کند. این دشمن، این شیطان، نقطه های ضعف او را مورد حمله قرار میدهد. او را از دو طریق بیچاره میکند. 1. نفس او و هوس‌های او را تحریک می‌کند، وسوسه می‌کند، اغوا می‌کند. یعنی همون حرفایی که تو رشد زدیم دیگه، که یک جلوه‌ای خلق و دنیا و مردم بالاخره دارن، یک قدری هم شیطان اون رو تزیین می‌کنه، چند برابر می‌کنه، بزرگترش می‌کنه. به تعبیر قرآن مشارکت می‌کنه شیطان در اموال و اولاد و فرزندان اینها. و شارکهم فی الاموال و الاولاد و ادهم. آیه 64 سوره مبارکه اسراء. ببینین آیش رو. واستفزز من استطعت منهم بصوتک و اجلب علیهم بخیلک و رجلک و شارکهم فی الاموال و الاولاد و ادهم. شیطان مشارکت میکنه تو مال و اموال و خلاصه زینت های دنیا. که اون آیه سوره هجر 39 سوره هجر لأزینن لهم، کارش شیطان بالاخره تزیین و بزرگ کردن این هست. 2 هم همین جلوه های دنیا را زینت میبخشد، آنها را آنقدر بزرگ میکند که انسان را به بند میکشد. پس ما این همه اسارت داریم. آیا این بشر گرفتار و به اسارت رفته را میتوان با چند جمله پند و اندرز آزاد کرد؟ از کشش غریزه ها و هوس ها و حرف ها و جلوه ها رهایی داد؟ از اون مجاهدی ساخت که از حب نفس آزاد شده باشد؟ این آرزوی بیش نیست. هیچگاه انسانی را که اسیر 70 نفر است و در زنجیر گرفتار نمیتوان با یک کلمه بیا برویم نجات داد. حواستون باشه به این راحتی نیست. این قبلا هم در موردش صحبت کرده بودیم. برای تربیت انسان، برای ساختن بشر باید در او عشقی آفرید که از تمام غریزه ها، تمام همین حرفایی که گفتیم، نیرومندتر باشد. باید در اون نیرویی گذاشت که تمام زنجیرها را با خود بردارد و تمام نگهبانها را همراه بکشد.
مادام که این عشق عظیم و این نیروی بزرگ در انسان نیاید و پا نگیرد، برای انسان حرکتی نخواهد بود و از بند اسارت ها نجاتی نخواهد یافت. اینا هم دیگه گفتیم مقدماتش رو. اگرم جوگیرش کنیم، پلش بدیم، هیجانیش بکنیم، یه روزی سرد میشه. الا این که اون عشق بزرگتر در وجود این بیاد که این عشقهای کوچکتر، این بندها، این شهوتها، اینا رو کنار بذاره. این عشق بزرگتره چیه؟ قرآن میگوید والذین آمنوا اشد حبا لله، آنها که به سوی حق گرویدن و به سوی الله آمده اند از عشق، از محبت شدیدتری نسبت به حق برخوردارند. این فصل ممیز حب خداست. این آیه یه دقتی داره، یه دقت در واقع نحوی داره. خداوند میتوانست بفرماید که مثلا کسانی که ایمان آوردند اینها بزرگترین محبوبشون خداست. خب اینجوری نفرموده، در قالب مفعول مطلق این مفهوم حب رو آورده. یعنی چی؟ یعنی بخوام ترجمه تحت لفظی بکنم، میفرماید که کسانی که ایمان آوردند شدیدترین هستند. خب تا اینجا جمله تمام. بعد حب که مفعول مطلقه در واقع قید اضافه بر جمله است. از چه جهت شدیدترین هستن؟ از جهت حب. یعنی چی؟ یعنی یه انسانی مثلا از جهت غضب شدیده، یه انسانی از جهت مثلا ریاست طلبی شدیده، یه انسانی از جهت مثلا فرض کن شهوت طلبی شدیده. مؤمن از همه اینها شدیدتره. حالا این شدتش در چه مسیری؟ در مسیر حب خداست. کمی تبیینش نمیدونم جا افتاد یا کمی سخت گفتنش. یعنی این حب نسبت به خدا شدتش از مثلا غضب اون آدم خیلی غضبران، از شهوت اون آدم شهوتران خیلی بیشتره. یعنی این نیست که بگیم که خب آدم‌های مختلف مثلا حب‌های مختلف دارن، حالا مؤمن بیش از همه مثلا حب خدا داره. اصلا مفهوم جمله این نیست. مفهوم جمله اینه که مؤمن شدیدترین انسانه. مؤمن الذین آمنوا اشد، مؤمن شدیدترین انسانه. یعنی اون آدمی که شدت داره در غضب، شدت داره در کینه، شدت داره در مثلا شهوت، مؤمن از همینا شدیدتره. منتها شدتش در چه جهتی؟ در جهت حب خداست. این معیار جدی این تربیت ماست که این حب باید بیاد، بدون اینکه این حب عمیق وجود داشته باشه و تلاش بکنیم در جهت عمیق تر شدنش، این آدم خلاصه نمیتونه از این شهوت ها چشم پوشی بکنه. این دنیایی از دستورات سلوکی و عرفانی و ذکر و مناجات و دعا و انس با قرآن و انس با سحر و نیمه شب و اینها هم همینه که واقعا ما رو به اینجا برسونه که بزرگترین محبوب ما باید خدا باشه. یعنی اگر ما هنوز لذتمون، انسمون از با خدا بودن چیزی میتونه اون رو تحت شعاع قرار بده، یعنی مثلا انس با این رفیق، با این کتاب، با این درس، با این جایگاه، با این پست، با این پول، اینا برای ما محبوب تر از خداست، واقعا باید بفهمیم که سر کاریم، هنوز حرکت نکردیم، هنوز به جایی نرسیدیم. خب ما از محبوبهای خود به خاطر محبوب تر چشم میپوشیم، خوب را فدای خوب تر میکنیم، آنچه با اهمیت تر است انتخاب میکنیم. پایین صفحه. چگونه میتوان این عشق را در انسان، در نهاد انسان برافروخت؟ چگونه میتوان او را از این محبت سرشار کرد؟ جواب ساده است. ما چه وقت عاشق یک پارچه، یک ماشین، ثروت و قدرت میشویم؟ هنگامی که آن را میشناسیم و ارزش آن را مییابیم. معرفت و شناخت عشق را سبز میکند و به وجود میآورد. شناخت خوبی ها در انسان عشق را زنده میکند، شناخت بدی ها نفرت را. و این عشق و نفرت انسان را به حرکت میاندازند. بهتر بگویم همین حرفی که توی مقدمه صراط هم گفته شده، توی مقدمه حرکت هم گفته شده. ما عاشق آفریده شده ایم، با سنجش و مقایسه معشوق و معبود را انتخاب میکنیم. عشق و نفرت و ترس در ما هست، ما با شناخت ها و مقایسه ها به اینها جهت میدهیم. معرفت و شناخت چگونه به دست بیاوریم؟ با تفکر و تجربه. با این دو عامل
انسان به شناخت میرسد. تمام علوم و معارف در طول قرنها از همین راه به دست آمده. صفحه بعد ادامه تفکر شناخت است، ادامه شناخت محبت، ادامه محبت حرکت و عمل. البته تفکر به تنهایی کافی نیست. ذهن ما مانند معده احتیاج به مواد خامی دارد که آن را هضم کند. فکر ما نیز نیازمند مواد خامی است که آن را هضم کند، به معرفت و عشق و عقیده و عمل تبدیل بنماید. برای رشد انسان فقط تفکر نتیجه بخش نیست. تفکر احتیاج به تدبرها و مطالعات و مواد خام دارد و این هر دو باز احتیاج به اصل دیگری دارند، اصل تعقل و سنجش، که اون دستگاه تدبر تفکر تعقل که جلسه پیش حالا اجمالی گفتم و تو جلسه بعد دیگه دقیق‌تر و مفصل‌تر توضیحش میدیم، دقیقاً همین رو انجام میده. تدبر مواد خام رو در واقع برای ما تهیه میکنه، ایجاد میکنه. این مواد خام وارد دستگاه تفکر میشه، به شناخت میرسه و این شناخت‌ها منشأ انتخاب میشه. پایین صفحه: شناخت و انتخاب و عمل نتیجه تدبر و تفکر و تعقل است. این هر سه نیاز به کسی دارند که آن را رهبری میکند و کنترل مینماید، که گفتند هلک من لیس له حکیم یرشدو. مربی حکیم و رهبر دانا میتواند ما را از نزدیکترین راه به مقصد برساند. مربی 3 کار بر عهده دارد: 1 تزکیه و آزادی، 2 تعلیم و آموزش، 3 تذکر و یادآوری، که فصل بعد این تو همین فصل بیشتر بازش میکنیم. صفحه بعد: تا به حال به این نتیجه رسیدیم که برای تربیت و آزاد کردن انسان از اسارت‌ها، از هواها، حرف‌ها، جلوه‌ها، وسوسه‌ها و زینت‌ها، به معرفت و به تعقل و سنجش و به تفکر و تجربه و به تدبر و مطالعه و مواد خام نیازمندیم. تدبر، تفکر، تعقل سنگ اول تربیت انسان هستند و این همه به مربی و رهبر نیازمندند و رهبر 3 وظیفه تزکیه، تعلیم و تذکر را به عهده دارد. جلسه پیش عرض کردم مربی 3 تا وظیفه داره: تزکیه، تعلیم و تذکر. که این تعلیم چیه؟ تعلیم همین تدبر، تفکر، تعقل یاد دادنه و تو این مسیر راه بردنه. این نظام و این طرح تربیتی طرحی است که قرآن در 3 آیه به آن اشاره کرده است. من خیلی گفتم این رو که از نظر حقیر جدیترین به قولی متن، منبع برای تربیت اسلامی و اصلا به نظر من مانیفست تربیت اسلامی این کتاب مسئولیت سازندگی است. یعنی مستندترین طرح درباره تربیت اسلامی تو این کتاب گفته شده، حداقل اونقدری که بنده دیدم. چرا؟ چون کاملا میبینید که این طرحی که ایشون داره مطرح میکنه مبتنی و مستفاد از این 3 تا آیه قرآنه. خیلی به وضوح تصریح آیات قرآن اینه که این مسیر درست تربیت. این 3 تا آیه چیه؟ ایشون میگه که این طرحی که ما داریم میگیم مبتنی بر 3 تا آیه است. 1 قل انما اعظکم بواحدة ان تقوموا لله مثنی و فرادا ثم تتفکروا. 2 یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. 3 و ذکر فان الذکری تنفع المؤمنین. این که من میگم مستندترین طرحه به خاطر اینکه کاملا مبتنی بر این آیات. آیه اول چی رو داره به ما تذکر میده، یادآوری میکنه، از ما میخواد؟ قیام و بعدش تفکر، که قیام همون تزکیه است. این که ما بر علیه اون پیش‌فرض هامون، تعصب هامون، تقلید هامون، هوا و هوس هامون قیام بکنیم، اینا رو کنار بذاریم، که در واقع به بیان دیگه همون تزکیه است. بعد تفکر. حالا تفکرم مقدمش تدبر، نتیجهش تعقل. آیه دوم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. این آیه ناظر به وظایف مربیه. مربی چیکار باید بکنه؟ اولین وظیفه او تلاوت آیات. یه دقت خیلی مهمی اینجا داریم. ما تو قرآن این یتلو علیهم آیاته رو زیاد داریم، در مورد انبیاء مختلفی می‌داریم. خب اون چیزی که در برخورد اول و نگاه اول به ذهن ما میرسه اینه که پیغمبر چیکار میکنه؟ آیات رو تلاوت میکنه. یعنی چی؟ یعنی پیغمبر میآمدن میشستن با مردم آیات قرآن رو براشون میخوندن. و مثلا انبیاء گذشته جناب موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام، ابراهیم کتاب آسمانی خودشون رو میخوندن، تلاوت میکردن.
این تصور اگه به خود قرآن رجوع بکنیم ظاهراً در واقع تعبیر و تصور درستی نیست. بیان قرآن از آیات کتاب آسمانی نیست. بیان قرآن از آیه درس ها و اون نکته ها و جلوه هایی که پیامبر یا استاد از طبیعت، از محیط، از اطراف به اون متربی خودش منتقل میکنه. آیات 20 تا 25 و 6 سوره روم رو ببینید. اینجا خداوند آیه رو معنی کرده. بسم الله الرحمن الرحیم و من آیاته ان خلقکم من تراب. یکی از آیات خلقت شماست که حالا از خاک، از زمین با کیفیت خاص. و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا. یکی از آیات همسر شماست. و من آیاته خلق السماوات و الارض و اختلاف السنتکم و الوانکم. خلقت و عظمت و پیچیدگی های این آسمان و زمین و جوامع و اختلاف زبان و این هاست. و من آیاته منامکم باللیل و النهار. یکی از آیات خوابه. و من آیاته یریکم البرق خوفا و طمعا و ینزل من السماء ماء فیحیی به الارض بعد موتها. یکی از آیات باران، این که از آسمان نازل میشه، زمین به واسطه او زنده میشه. آیه یعنی چی؟ آیه یعنی همین چیزایی که ما تو هستی میبینیم، تو خلقت میبینیم، دور و برمون میبینیم، سیر آفاقی که میکنیم، این در واقع جلوه های قدرت و عظمت و رحمت خدا، اینها آیه است. یعنی آیه به معنای این یتلو علیهم تلاوت آیات قرآن نیست. ببینید این آیات سوره روم رو. پس وظیفه مربی اینه که اولا آیات رو تلاوت بکنه، یعنی همین چیزایی که همه میبینن اما در سطح و در ظاهرش میمونن، اینها رو تلاوت بکنه، اینها رو یادآوری بکنه، اینها رو جلوی چشم متربیش بیاره و یزکیهم، بعد اونها رو پاک کنه از تعصب و پیش‌فرض اینها و بعد تعلیم بده. و آیه سوم و ذکر فإن الذکری تنفع المؤمنین. وظیفه سوم هم تذکر دادنه که گفتم گاهی آدمی که تزکیه شده، پاک شده، تعلیم هم گرفته، راه هم افتاده، اما به خاطر غفلت زمینگیر میشه. مربی باید اون رو تذکر بده، یادآوری بکنه، راه بندازه. خب که دیگه حالا چند خطی توضیح این سه تا آیه است. پس ببینید این نظام اندیشه‌ای و نظام تربیتی که ما ازش داریم صحبت می‌کنیم متخذ از این سه تا آیه است، یعنی مبتنی بر این تصریح‌های قرآنی. خب قدم اول، وظیفه اول آزادی و تزکیه. کسی که می‌خواهد راه را بیابد و به حقیقتی برسد، تنها این برایش کافی نیست که تفکراتی داشته باشد. گرچه تفکر زیر بنای تربیت و عامل و رشد است، ما می‌بینیم چه بسیارن کسانی که با تفکراتی وسیع نه تنها به حق نرسیدند بلکه مایوس شدند و ماندند یا منحرف گردیدند. کسی که می‌خواهد به مقصد برسد باید هم راه برود هم از راه برود و در راه شروع کند، وگرنه رفتن تنها بدون نتیجه است. یک محقق هنگامی به حق می‌رسد که تحقیق صحیحی را شروع کرده باشد، روش صحیحی را به کار گرفته باشد. این است که باید محقق قبل از هر چیز خود را از کشش هر عقیده و هر مکتب آزاد کند. فکر انسان همانند یک قطب نما می‌تواند راه را روشن و مشخص کند، به شرط این که این قطب نما تحت تأثیر کشش‌ها و جاذبه‌ها قرار نگرفته باشد. بارها گفتیم یه تیکه آهن بزرگ کنار یک قطب نما باشه، مسیر رو اشتباه به ما نشون میده. به صورت خیلی خاص این موضوع و این نکته در یعنی به صورت مصداقی تو موضوع ازدواج خیلی تأثیر داره. یعنی شاید جدی‌ترین منطقی که ما درباره ازدواج و اهمیتش و تسریعش و اینکه خیلی به سرعت و در اولین زمان ممکنش اتفاق بیفته که داریم همینه. آدمی که درگیر شهوته این حق و باطل رو نمیفهمه. چرا؟ چون ذهنش همیشه درگیر یک جهتگیری مهمیه. یادم اون سالایی که ما دانشجوی امیرکبیر بودیم، فضای سیاسی سالهای مثلا 78-80 اینا خیلی تند بود. گاهی این حالا دوستان انجمن اسلامی اونا تریبون میذاشتن مثلا بالا تا پایین مملکت رو به قول معروف میشستن و آباد میکردن. اینها خدا حفظ کنه، یکی از اساتید ما
ایشون رئیس نهاد امیرکبیر بودن اون موقع، میگفتن که همین بچه‌ها میبینی که این حرفای سیاسی اینا رو میزنن، اینا اگه نصفشون اگه ازدواج میکنن اصلا یادشون میره این حرفا. آدمی که ازدواج نکرده هیجانی، عصبیه، این میخواد ابراز بکنه، این اون هیجانه و اون فشار شهوت از مسیر طبیعی خودش در واقع اطفاء نمیشه، میاد میزنه عصبیت تو اجتماع، عصبیت توی سیاست، عصبیت توی دعوا کردن با یعنی اینو بگی با اون گلاویز شد، تو قلمش میاد، توی فکرش میاد. این آدمی که هنوز این قطب نمای فکرش درگیر یه گرایشیه، این اصلا نمیتونه درست فکر بکنه. شما 10 کلاس اعتقادی و عقاید و برهان و نمیشه نمیفهمه، چون ذهنش درگیر شهوتشه. یه سری که تو مضامین روایت خیلی هست که طرف میاد خدمت اهل بیت میگه من تا مشکل مالی دارم، بهشون فرمان برو ازدواج کن، هست میاد خدمت پیامبر یه فردی اینو میگه، بعد میره مثلا با خودش میگه نعوذ بالله شاید پیغمبر متوجه نشدن یا اشتباه فهمیدن. دوباره بار دوم میاد، بار سوم میاد همین جوابو میگه، بار سوم میره هست تو روایت که تیشه میخره و میره توی بیابان هیزم جمع میکنه و میاره میفروشه و خلاصه وضعیت حداقل پیدا میکنه، ازدواج میکنه. بعد این مدتی میاد پیش پیغمبر و ابراز رضایت میکنه. یه حکمتش اینه که میگم یه مشکلی که ما داریم اینه که خیلی مثلا نالانن و شاکیان از این که کسب و کار نمیتونن انجام بدن یا رونق نداره زندگیشون. اینها باز این هم ازدواج کمک میکنه. چرا؟ چون آدمی که ازدواج نکرده اصلا ذهنشو نمیتونه خوب متمرکز بکنه، مسئولیت پذیر نیست. این فهم اقتصادی، فهم روابط اجتماعی، چجوری یه کاری برای خودم ایجاد بکنم، چجوری شخصیت اجتماعی برای خودم به دست بیارم، این رو نداره چون ذهنش درگیره. ولی همین آدم وقتی ازدواج کرد و فشار شهوت برداشته شد، برای معاشش هم خیلی خوب میتونه تدبیر بکنه، برای سازمانش هم خوب میتونه تدبیر بکنه، برای مسئولیت‌هایی که جای دیگه هم داره خیلی خوب میتونه تدبیر بکنه. یعنی این حرف کلیه که وقتی فکر ما درگیر یک کشش و گرایشیه خوب نمیتونه کار بکنه. یه مصداق مهمش هستن ازدواج. آدمی که ازدواج نکرده هم به لحاظ فکری و اعتقادی و سیاسی و اینها آدم جا افتاده و متعادل نیست، هم حتی به لحاظ کسب و کار و معیشت و شخصیت اجتماعی. یعنی وقتی اون مانع برداشته شد، فشار شهوت برداشته شد، همه اینها رو خیلی خوب میتونه سر و سامان بده، پیش ببره و مسیر درستش رو انتخاب بکنه. خب هنگامی که قطب نما در کنار یک آهنربای قوی قرار میگیرد و حوزه مغناطیسی آن دگرگون میشود، دیگر قطب شمال و جنوب را مشخص نمی کند و راه را نشان نمی دهد و انسانی که با اعتماد به این قطب نما حرکت میکنه حتما گمراه میشود. و همانطور که گفتم خطر این قطب نمای گرفتار از بی قطب نما بودن کمتر نیست که زیادتر است. یعنی این عقل اصلا داره کج نشون میده، اصلا بهش نمیشه اعتمادی کرد. تفکر انسان چه بسا که تحت تاثیر عادت‌ها، تقلیدها، منافع، غریزه‌ها و تعصب‌ها قرار بگیرد و در نتیجه این تفکر فقط به همینها منتهی می‌شود، نه به حق. همینها را نتیجه می‌دهد، نه حق را. بعد مثال می‌زنم اون قصه معروف علامه هلی رو که می‌خواست درباره حکم فقهی تطهیر چاه فتوا بده. خب یه بار ادله رو خوند و مطالعه کرد و اینها به فتوایی رسید. بعد با خودش گفت نه، من شاید چون تو خونه خودم چاه دارم به صورت ناخودآگاه ذهنم به سمتی رفته که به این نتیجه برسم که به نفع خودم باشه. گفت چاه خونه خودش رو کلا پر کردن، بعد دوباره نشست ادله رو بررسی کرد و دوباره مطالعه کرد که کاملا بدون گرایش و سوگیری مطالعه کنه، تحقیق بکنه. انسان قبل از شروع به حرکت باید آزاد بشود. ما 5 تا در واقع درگیری مهم داریم، 5 تا قل و زنجیر مهم داریم در برابر فکرمون. این 5 تا چیه؟ از سودها، هواها، تعصبها، عادتها و تقلیدها. قبل از شروع حرکت باید انسان خودش رو از اینها خود را خلاص کند. خب این 5 تا چیه؟ سودها. صفحه بعد مثال میزنن کسی که میخواد به
به سوی مقصدی حرکت کند میخواهد به این مقصد برسد، دیگر به این فکر نمی کند از راهی که پدرم رفته من هم بروم، یا از این راه که پهلوی خانه ماست شروع کنم، یا از این راه چون برای من منفعت دارد و پول و کرایه نمیخواهد راه بیفتم. هنگامی که میخوایم به سوی تهران حرکت کنیم، در آنجا کاری داریم، برفرض که ماشین‌های مجانی برای اصفهان باشد، برفرض که راه کاشان بغل دستمان باشد، برفرض که پدرم به کاشان رفته باشد، از راه تهران صرف نظر نمی‌کنم. گاهی اوقات این سود طلبی ها و منفعت طلبی ها، راحت طلبی ها توی آدم‌های نهادینه شده و اینها دیگه تو همین مسیرن، یعنی به خودشون اجازه نمیدن ذهنشون رو به تفکر وادار بکنن. چرا؟ چون ممکنه تو تفکر یه چیزی دیگه خلاف این در بیاد. گاهی این سودها و هواها مانعه، گاهی تعصب‌ها. این تعصب خیلی فراگیره، خیلی از ما هم داریم. گاهی بعضی روی پوششی تعصب دارن، روی شغلی تعصب دارن، روی یک سری رفتارهای خانوادگی مثلا تعصب دارن. من شنیدم آدمایی که میگن ما اصلا خانوادتا سفر نمیریم، سفر دوست نداریم. این خیلی اشتباهه. این پیش‌فرض از کجا آوردی که سفر نباید رفت، خوب نیست؟ یعنی تو این موضوع گارد ذهنشون بسته است، اصلا وارد گفتگو نمیشن. خب نه، بیا فکر کنیم، گفتگو بکنیم، بدرسون بکنیم، شاید به این نتیجه رسیدی که سفر خیلی هم مفیده. بعد دیدم همین آدم مثلا آدم متدینی، آدم معتقدیه، ولی چون ذهنش بسته است، چون سفر نمیره، کم کم دچار رکود و رکون و مثلا رخوت و سستی میشه. یعنی دقیقاً قصه اون تعبیری دارن، میگن اسلام کفر متحرک به اسلام میرسد، اما اسلام راکد پدر بزرگ کفر است. همینه. طرف یه آدم خوبیه، یه موقعی فکر کرده اینها رسیده به حقیقت‌های، ولی الان دیگه چون تعصب داره روی چیزایی، رو سفر رفتن، روی نمیدونم من فقط این روزنامه رو میخونم، این گروه سیاسی حرفشو گوش میدم، این مثلا کانال رو میبینم، این مدل کتابا رو اصلا نمیخونم، با این آدم‌ها اصلا معاشرت نمیکنم. این تعصبا، اینها کم کم یه لایه‌ای از در واقع غفلت رو معرفتاش در واقع ایجاد میکنه. این معرفت‌ها به روز نمیشه. خلاصه این تعصبات تو خیلی از ما هست واقعا. هر کدوم از ما اگر در مورد هر موضوعی گاردمون رو بستیم، فکرمون رو بستیم، مثلا قائل به گفتگو نیستیم، این خطر یه تعصبی وجود داره. عادت‌ها، رفتارهایی که انجام میدیم ولی دلیلی براش نداریم. حالا گاهی این در واقع در شکل عادته که من از کودکی کاری میکردم، دلیلش هم خیلی نمیدونستم، اما وارد فاز گفتگو و دوباره مثلا فکر کردن در موردش نمیشم. تقلید هم یه رفتارهای مداومیه که در اثر تلقین دیگران ایجاد شده. گاهی بعضی اینجوری هم طرف حجابش، ظاهرش، یه رفتارش تقلیدیه، حالا یا عادتی یا تقلیدیه. عادتی یعنی که از درون خودشه، تقلیدی هم یعنی که از در اثر تحت تاثیر دیگران بودن بالاخره این هست. این 5 تا بالاخره مانع، یعنی متربی تا درگیر اینها باشه، این سیستم تفکر و تدبر و تعقل توش راه نمیفته، کار نمیکنه. حالا چجوری اینا رو میشه از بین برد؟ انسان چگونه میتواند خود را از کشش این عوامل آزاد بنماید؟ جواب: انسان از دو نیروی کنجکاوی و حقیقت طلبی برخوردار است. خلاصه پاسخش اینه که کنجکاوی برای انسان حرکت ایجاد میکنه. کنجکاوی یک عامل جذابیت، حالا چه برای یک کودک و نوجوان که درباره نمیدونم مثلا تلویزیون چجوری کار میکنه، ماهواره چجوری کار میکنه، بدن ما چجوری کار میکنه، این وقتی در مورد کنجکاو میشه و میخواد بخونه، عامل جذابیت، حرکت بهش میده دیگه. حالا چه درباره اون، چه درباره ما که ممکن سنمون بزرگتر باشه، درباره جریانات سیاسی، جریانات فکری، کنجکاوی ما رو به حرکت وادار میکنه. حقیقت طلبی هم رو اون احاطه داره، یعنی ما رو پیش میبره، این حقیقت‌های مختلف رو بر ما روشن میکنه، اون مواد تفکر و تعقل رو در ما ایجاد میکنه. حقیقت طلبی باعث میشه که این دچار تعصب و پیش‌فرض و اینها نشه، منطقی باش برخورد بکنیم، عاقلانه باش برخورد بکنیم. پایین صفحه
نگاه کنید حقیقت طلبی یعنی کنجکاوی و حقیقت طلبی با هم باید حرکت بکنه. این آدمی که تعصب داره خب روی یک پوششی، روی یک رفتاری، رو هر چی، این اولا باید گزینه‌های دیگه، مدل‌های دیگه رو براش طرح بکنیم. خب بهش نشون بدیم آقا فقط همین که تو میگی نیست، جور دیگه‌ای هم هست. اون جور دیگه اتفاقا این فایده ها رو هم داره. این مدلی اگر باشی این فایده دیگه هم کنارش، این مدلی اگه باشی این لذت دیگه رو میبری. خب پس کنجکاوش میکنیم که بری اینا رو بشناسه، گاهی حتی تجربه بکنه. خب بعد حقیقت طلبی رو اینا احاطه داره. حقیقت طلبی میگه خیلی خوب، حالا تو مثلا رفتی اول فکر می‌کنی فقط همین یه مدله، همین یه دونه شغل مثلا به لحاظ خانوادگی شما میتونی بری، حالا الان رفتی با 5 شغل دیگه آشنا شدی. خب حالا کدوم انتخاب میکنی؟ حالا ببین که کدوم به حق نزدیکتره، کدوم به درد خورتره، کدوم به هدف تو نزدیکتره، به نظام عالم تناسب بیشتری داره. این حقیقت طلبی کنجکاوی ما رو شاخه شاخه میکنه، حرکت میده، راه میندازه. حقیقت طلبی باید تلاش بکنیم که اون مسیر درسته انتخاب بشه، گم نشون. عادت‌ها و تقلیدها، این دو به وسیله رشد شخصیت و ایجاد شخصیت از بین می‌رود. این خیلی نکته مهمیه. تقلید لازمه نبود شخصیت است. هنگامی که در انسان شخصیتی راه یافت، تقلید و عادت کنار می‌رود. عواملی که بتواند شخصیت را در انسان زیاد کند، او را بزرگ سازد، متعدد است. تلقین، مقایسه، بزرگداشت و احترام می‌تواند به رشد شخصیت کمک کند. قبلا گفته بودیم ما توی در واقع اون تربیت قبل از بلوغ اصلا اجازه نداریم که آدم‌ها رو خورد کنیم، شخصیتشون و کرامتشون و حرمتشون. چرا؟ چون این آدمی که دیگه احترامی برای خودش قائل نبود، شخصیتش شکسته شد، این دیگه همش دنبال اینه که از یک کسی تقلید بکنه. دیگه بهش نمیتونیم بگیم خودت فکر کن، خودت انتخاب کن، خودت خیلی بزرگی، خودت میتونی حق رو بفهمی. این آدم دیگه شخصیتش شکسته شده. برای اینکه در واقع تعظیم و تکریم شخصیت تو آدم ایجاد بشه، یه راهش تلقینه. این که بهش بگیم نه تو از بقیه کمتر نداری، تو خیلی بزرگی، تو خیلی شخصیت داری، آدمای دیگر نگاه بکن. یه قصه خیلی برای من جالب بود، همیشه تو ذهنم بود. یکی از کارآفرین‌های بزرگ و یکی از اگه اشتباه نکنم مؤسس کارخانجات فیروز که کلی محصولات بهداشتی و اینا تولید میکنه و چند هزار نفر کارمند داره، ایشون خودش آدمیه که رو ویلچره، فلج ظاهرا. و عمده آدم‌هایی هم که تو مجموعه کار میکنن آدمایی هم که خودشون معلول جسمی هستن. یه موقعی مصاحبه از ایشون من میشنیدم، خیلی برای من جالب بود. ایشون میگفت من همه موفقیت و همه مثلا کارهایی که کردم مدیون مادرم میدونم. من از کودکی فلج بودم و رو ویلچر بودم. خب خیلی هم دیگه مثل منن، مثلا با حسرت و با همین احساس ضعف بزرگ میشن و آخرم هیچ. ایشون میگفت مادر من بچه‌ها تو کوچه بازی میکردم، من خیلی دوست داشتم برم با اونها بازی کنم ولی نمیتونستم. مادر من یه لباسی برای من دوخته بود مثل پادشاه، بعد خیلی پرزرق و برق و زیبا و برازنده، بعد اینو تن من میکرد، بعد من میبرد حالا کنار کوچه بشینم، نمیتونستم که بازی بکنم ولی لااقل کنار این بچه‌ها باشم و بازی کردنشون ببینم. بعد به من میگفت که تو پادشاهی، تو خیلی از اینا بزرگتری، تو باید یه جایی برسی که همه اینها رو مدیریت کنی، همه اینا زیر دست تو باشه. اون لباس هم میگفت تن من میکرد و میگفت من از همون کودکی احساس میکنم که از همینا بزرگترم، اینا که دارن بازی میکنن خیلی بچه‌ن، من باید خیلی بزرگتر از اینا باشم، خیلی عظمت روحیم بزرگتر. ببینید یه آدمی که اینقدر بزرگ، هزاران نفر زیر دستش دارن کار میکنن، خودش میگه همه اینها حاصل اون تلقین‌های مادرن. یه مربی چقدر میتونه آدمو بالا ببره؟ یه آدمی که اینقدر ضعف ابتداییات جسمی داره. بعد این آدم میگه مثلا چندین کارخانه و مجتمع تولیدی درست میکنه. تلقین اینجوری اثر داره، مخصوصا توی سنین کودکی که دیگه حالا میگن دیگه توی موارد دیگه هیچ موقع مثلا فرض کنیم که اگه میخواین تنبیهی کنید، تندی حتی میخواین به بچه بکنید، با اوصاف بد اونو خطاب نکنید. نگید مثلا تو هیچی نمیفهمی، تو خیلی بی‌ادبی، تو چه، نه، چون این واقعا تلقین منفیه. این کم کم باورش میشه من هیچی نمیفهمم، کم کم باورش میشه من
خیلی بی‌ادبم و میشه همینجوری. نه من خیلی دوستت دارم، خیلی خوبی، ولی این کارت بد بود، واسه این کارت باید تنبیه بشی. این کرامته و حرمته باید ما خیلی باش کار داریم بعداً، به هیچ عنوان نباید این مخدوش بشه. تلقین اینجوری اثرگذاره. مقایسه گاهی میتونه اینجا مفید باشه. حالا این کودک رو جوان رو مقایسه بکنیم با آدم‌های موفق، آدم‌های سطح خودش. ببین تو اون هیچی بیشتر از تو نداره، دست و پا و خانواده و امکان، و اگه اون تونسته انجام بده کاری تو هم میتونی. رقابت باز تو سنین پایین‌تر خیلی موثره. یه قدری هم اگه اون مربی توانمند باشه این مثلا برد و باخت‌ها توزیع بشه، گاهی مثلا بچه‌ای که چند ماه توی کلاسی خیلی افسرده از گوشه‌گیری اینها، توی مسابقه توی امتحان وقتی مثلا نمره میگیره خیلی به ذوق و شوق میاد. یعنی یکی از مهمترین عوامل انگیزه دادن، رشد شخصیتی دادن، همین رقابت ایجاد کردن توی مخصوصا سنین پایین‌تر. ببینید میگم دیگه اینا اولا هم به لحاظ این سطح سنه مهمه، هم یه مربی باید این کارو بکنه دیگه. خب این مربی باید حواسش باشه وقتی میبینه توی این جمع مثلا یک فرد یا یک گروه همه این مسابقات دارن میبرن، یه جوری تغییر بده، یه جوری بالاخره به اینا برسونه که این دسته های دیگه، آدم های دیگه، اونها ضعیف نشن، اونها احساس تلقی ضعف نکنن. یعنی این موفقیت توزیع بشه، متعادل بشه. این اگه توی مثلا این گروه توی موضوع قضیه و داره برنده میشه، یه موضوع دیگه پیدا بکنیم که این گروه دیگه توش قوی بشه. باز میخوندم یکی از حالا بزرگان بود، چی بود، دانشمندان بزرگ و اینها، مضمون قصه این بود که گفته بود که من خیلی درسم ضعیف بود، خیلی مثلا همیشه شاگرد آخر بودم و در حال رد شدن، و یه روزی معلم منو صدا زد و گفتش که یه بیت شعری نوشت و گفت این رو حفظ کن. من حفظ کردم. فردا سر کلاس اومد گفت میخوام یه بیت شعر بنویسم، هر کی زودتر حفظ بکنه مثلا جایزه داره. خیلی گفت همون بیت رو تخته نوشت، من خب حفظ بودم، یه دفعه همونجا گفتم و کلی منو تحویل گرفت، تکریم کرد اینا دیگه. این شد نقطه شروع من برای درس خوندن و برای موفق شدن. این از این قصه ها زیاد داریم. این تدبیر اون معلم است که بدون الان مشکل این آدمه چیه، این الان یه روحیه دادن احتیاج داره. ما وقتی با اون مثلا متربیامون 10 تا 20 تا 30 تا داریم زندگی میکنیم میفهمیم این الان مشکلش اینه که 2 تا موفقیت کوچیک لازم داره که بعد من این 2 تا بکشمش کنار، باش حرف بزنم، اعتماد به نفس بهش بدم. مثلا این الان مشکل خانوادگی داره، پدر و مادرش با هم درگیرن، مثلا احساس فقر میکنه، خب زمینگیر شده. چیکار باید بکنم؟ 1-2 تا موفقیت کوچیک براش ایجاد بکنم، باز به شرطی که برای دیگران آفت نشه. بعد رو همین روش کار بکنم، بکشمش کنار، بهش بگم ببین تو میتونستی، تو تونستی. این اتفاقات کاملا قابل وقوعه. کاملا میگم ما دنبال چی هستیم؟ دنبال این که به این آدم شخصیت بدیم که حالا خیلی فایده داره. یکیش اینه که از تقلیدها رها بشه. راهش بعضی از این راهاست، حالا مستاقی دست مقایسه میذاریم برای آخر. آره که برسیم. من گفتم تلاش میکنم تا اول تدبر مطالبش رو بگم. خب آخر من از دیگری چه کم دارم، یا او چه چیزی از من بیشتر دارد که من به دنبال او بیفتم و از او پیروی کنم؟ اگر او دلیلی دارد و منطقی دارد، چرا بدون منطق از او بپذیرم؟ و اگر منطقی در کار نیست، چرا من خودم طرحی نریزم؟ باز به صورت مصداقی اینجا این نکته که خیلی باش مواجه خواهید شد، بچه‌ها و آدمایی هستند که یه قدری کتاب خوندن، تو هر موضوعی که می‌خوایم باشون وارد مثلا بحث‌های کلامی، اعتقادی، اجتماعی، دینی، زود حرف از بزرگان میارن. تا یه چیزی میگیم آقا مثلا نیچه اینجوری گفته، نمیدونم سارتر اینجوری گفته، نمیدونم فلانی اینجوری گفته. با اینا خیلی مشکل داریم. خب کاری که باید اینا بکنیم اینه که بهش بفهمونیم که تو چرا حرف نیچه و سارتر و نمیدونم بوعلی سینا و امام و اینا رو همش میگی؟ خودت چی؟
حالا نیچه گفته که گفته، نیچه اینوریشو گفته، بوعلی سینا اینوریشو گفته، تو چی؟ غالبا اینها همین چون احساس حقارت میکنن به خودشون اجازه نمیدن یا خودشون کوچکتر از این میبینن که بخوان خودشون فکر کنن. ما باید آدما رو بیاریم بالا، بگیم نه تو اصلا نه کار بگید اینوری چی گفته، نه کار بگید اینوری، خودت فکر کن ببین چی درسته. یعنی این که یک مثلا عظمت شخصیت این نویسنده یا اون متفکر یا اون آدم تو رو نگیره، اینا همه بزرگن، حرفا بزرگن زدن، تو چرا این یکی رو گرفتی مخالفش رو رها کردی؟ اینم آدم بزرگی اونم آدم بزرگی، تو اگه بخوای به حرف دیگران اکتفا بکنی کدوم باید انتخاب بکنی؟ خودت فکر کن، هر دو رو بذار کنار، ببین کدوم یکی حرف حساب، حرف منطقیه. اینو مصداقاً خیلی ما باش مواجه میشیم. خب این تا حالا بعد بحث سر اینه که اگر بناس مقلد و تابع باشیم حق بهترین الگو و بهترین مطبوع است. بعد میگن دیگه حالا نفس، خلق، دنیا، شیطان، هر کدوم برای ببینیم کدومی که مفیدترن، هر کدوم چی میدن چی میگیرن، که این حرفایی که قبلا خوندیم. تا پایان این عنوان در واقع تذکر بحث تو همین فضاست. جمع‌بندیش پایان فصل، اگر چند روز برای صفحه 79 یافتن راه درنگ کردیم، اگر ساعتی برای پاک کردن نجاست ها وقت مصرف کردیم، از راه عقب نیفتاده ایم، از مقصد نمانده ایم، بیکار نبوده ایم که بزرگترین کار را انجام داده ایم. قیام از سر عقیده ها و برپا ایستادن از روی عادت ها و تعصب ها و سود ها و تقلید ها و آزادی از هر چه جز حق و تزکیه و پاکی از نجاست ها و آلودگی ها مهمتر از تفکر مغشوش و گرفتار و آلوده است. برای این قیام در مرحله اول از دو عامل کنجکاوی و حقیقت طلبی بهره می‌گیریم. کنجکاوی ما را حرکت می‌دهد، حقیقت طلبی این حرکت را کنترل و رهبری می‌کند. خب فصل بعدی تعلم و آموزش، کلاً بحثش اهمیت وجود مربیه و بعد اینکه این مربی چه ویژگی هایی داره. دو تا ویژگی مهم از مربی رو تو این فصل میگن که بعد دیگه فصل بعد میریم سراغ تدبر و تفکر. مطلب اولیش بحث خودسرانه و بدون استاد راه رفتنه که قبلا مفصل‌تر ازش صحبت کردیم که میشه بدون استاد و سرخود هم حرکت کرد، ولی اونجا هزینه‌اش زیاده و این مسیر چون مسیر مهمی، گاهی اوقات ممکن اصلا به بنبست برسیم، ممکن اصلا به انتحار برسیم و خیلی کم هزینه تر و عاقلانه تر اینه که با استاد و با مربی حرکت بکنیم. صفحه 82 پایین صفحه، مربی باید برابر این تکروی و خودسری موضع بگیرد، چون این تکروی ها و خودسری ها معلول هستند و علت ها و انگیزه هایی دارند از قبیل ناامیدی از یافتن مربی، برخورد با روحیه‌های فاسد، سرخوردگی از مربی نماهای سرد و بیحال یا غرور و خودخواهی و تکبر. این مربی باید با این دسته به گونه‌ای رفتار کند که غرورشان نشکند، حتی در لباس شاگردی با آنها درس بدهد و با آنها بشارت بدهد و آنها را امیدوار کند. مربی بزرگ هستی آنهایی را که می‌خواهند حرکت کنند رها نمی‌کند، بلکه رهبری می‌کند. آنها که یافتند باید بروند اما از راه بیخبرند و راهنمایی ندارند، به هدایت او خواهند رسید و به راه دست خواهند یافت که حالا آیاتش بیان شد. صفحه 84 وسط صفحه ویژگی اول مربی رو شروع میکنه بیان کردن. اون ویژگی اینه که مربی باید در آیات خدا رو نشان بدهد، یعنی همون یتلو علیهم آیات باشد و آدم‌ها رو به خدا رجوع بده و نشون بده، نه به خودش. مربی بزرگ اوست و هر کس بخواهد و طلب کند و خود را به او واگذار نماید، او را همراه خود خواهد دید و عهده‌دار خود خواهد یافت. این مربی بزرگ که خود خداست که من یؤمن بالله یهدی قلبه. مربی های دیگری که میخوان در مسیر خدا حرکت بدن
اینجوری هستند که از لطافتی برخوردار است که انسان را در خود نگه نمی‌دارد و به خود مشغول نمی‌کند. این مربی همچون پل انسان را به حق می‌رساند، نه آن که همچون سد او را در پشت خود نگه دارد. این مربی مثل شیشه نگاه را عبور می‌دهد و به حق متوجه می‌کند. ملاک مربی همین است، نه چشم‌بندی‌ها و خودنمایی‌ها و مرتاض‌بازی‌ها که گفتند العالم من یذکرکم الله رؤیته. ملاک عالم را نه علم معرفی کردند و نه چشم بازی و مرتاض بازی. عالم کسی است که از دیدار او به یاد حق بیفتیم و در او پایبند نشویم و او را بت نگیریم. همین و همین. یک مشکل بسیار بزرگ، یک باطلاق بسیار بزرگی که تو مسیر تربیت ما باش مواجهیم، همین سیستم مرید و مراد شدن. بعضی ها اون مربیه و اون مراده میشه باطلاقشون، یعنی دیگه تو همون متوقف میشن، مرید اون آدم میشه. از اون طرف اون مربی هم این که بخواد دنبال مرید برای خودش نگرده، دنبال دوروبری و حلقه و اینا برای خودش نگرده، این خیلی جهاد میخواد. یعنی خیلی نفس انسان یک میدان خیلی مهمیه اینجا که حالا کسی که قدری درس خونده، مثلا عبادتی کرده، سلوکی کرده و اینها، یه دفعه میبینه 4 نفر آدم دورش جمع میشن و مثلا استاد بهش میگن و اینها، خیلی ها اینجا زمین میخورن. بعد حالا درگیر مثلا گاهی درگیر مسائل اخلاقی میشن، مسائل مالی میشن، اینا اقلش هم اینه که اینا رو دور خودشون نگه میدارن. نفسش خوشش میاد از این دیگه. بالاخره کسی بیاد ما رو تحویل بگیره، خیلی ابراز ارادت به ما بکنه، همه ما اینجوریم که خیلی خوشحال میشیم، نفسمون خوشحالش میاد دیگه. خیلی از آدم‌های حتی بزرگ، خیلی از مثلا اساتید اینجا زمین گیر میشن. یعنی میرن سراغ چیم؟ سراغ مرید جمع کردن. به جای اینکه این آدمه رو رشد بدن، دستشو بگیرن بالا ببرنش، اینا دور خودشون جمع میکنن. اینجا هم این استاده و مراده زمین خورده. چرا؟ چون به نفسش میدان داده دیگه. همون آدمایی که دور این جمع شدن، هم اونا بیچاره شدن، زمین گیر شدن، تو باطلاق گیر کردن. در حالی که وظیفه چیه؟ وظیفه اینه که مربی آدم‌ها رو به خودش دعوت نکنه، در خودش متوقف نکنه، آدم‌ها رو به سمت خدا ببره. به تعبیر مرحوم آقای صفایی، حتی امام معصوم هم شأنش اینه که یک فلش و نشانه به سمت خدا باشه. و اگر ما در امام معصوم هم متوقف بشیم، کافریم. میشیم کسانی که به تعبیری مثلا ائمه رو خدا می‌دونستن، علی اللهی شدن یا قائل به الوهیت ائمه شدن. این کسانی که در ائمه متوقف شدن. ما حتی اجازه نداریم که ائمه رو برای خودمون مثلا خدا بگیریم، اله بگیریم، در اونها متوقف بشیم. باید از ائمه هم چی؟ فقط به خدا برسیم. حالا گاهی اوقات ما توی استادی متوقف میشیم، ما توی مثلا مرادی زمین گیر میشیم. بعد اولیاء خدا خیلی با این قصه مرید و مرادی برخورد میکردن. مثلا معروف از امام تو نجف که درس میرفتن، منزل میرفتن، اصلا اجازه نمیدادن کسی دنبالشون راه بیفته. اگه میدیدن مثلا 1-2 نفر دنبالشون دارن میان، میپرسیدن شما کاری با من دارین؟ اگه مطلبی دارین بگین، اگه نه دنبال من راه نیفتید، که این حالت نفسانیه ایجاد نشه. مرحوم شیخ عباس قمی موقعی مشهد مشرف بودن و خلاصه بهشون میگن که بیاین نماز مسجدگاه ارشاد شما بخونید. ایشون یه روز میاد، بعد از فرداش دیگه نمیاد. ازشون پرسن که مثلا علتش چیه؟ چون میگن وسط نماز من تو رکوع که رفتم، یه حالا مثلا اینا که دیر میرسن و از عقب مثلا یا الله یا الله میگن که به رکوع برسن، یه لحظه تو قلبم خطور کرد که اوه چقدر پشت سر من آدم دارن نماز میخونن. این کسی که داره یا الله میگه چقدر صداش از دور میاد، یعنی این همه آدم پشت سر من دارن نماز میخونن. چون میگه یه لحظه همچین خطوری در قلب من اومد، دیگه احساس کردم این نمازم بر خدا نیست، این نمازی که من نمیخونم. متوجه؟ اولیاء خدا اینجوری بودن، از هر مدل مرید شدن، آدم دور خود جمع کردن، اینها گریزان بودن. گاهی بعضی برخوردها از مرحوم آقای صفایی نقل شده که از همون چیزایی که در ظاهر بعضی میگن که مثلا ایشون چه اینجوری می‌کرده، حرف مثلا خلاف
شأنی مثلا زده این مثلا خلاف شؤون اینها. بعد کسانی که اونس دارن میدونن میگن که این دلیلش این بوده که آدمی حالت مرید شدن رو پیدا نکنه. حالا مستاقش رو نمیشه گفت بعضیش، ولی رفتارهایی که در ظاهر مثلا زننده است ولی زمینه تربیتش که نگاه بکنیم منطق تربیتی پشتش بوده که به این دلیل این برخورد رو با طرف کردن که مرید نشه. نه آقا یه حرفی ما داریم، این حرف رو بیا گوش بده ولی مرید من نشو، برو مسیر خودت رو. این بعد اثر سنت مثلا اینکه روز از خاصی کنه سریع پسش بزنیم دیگه. این چیه؟ اون نگاه تربیتی اون آدم است که من بفهمم آقا این الان داره ابراز ارادتی که میکنه داره دچار بیماری مثلا مرید شدن میخواد بشه یا نه، یا الان یه وقتیه که از این ابراز ارادت من میتونم استفاده تربیتی بکنم، تو چه سطحیه. اینو مربی باید بفهمه. خب این قسمت رو گفتید همین ملاک عالم را نه علم معرفی کردن و نه چشمندی و مرتاض بازی. ملاک عالم اینه که ما رو باید خدا بندازه، یعنی عالمی که من دورش جمع بشم همش به خودش متوجه بشم، سراغ خودش مرید خودش بشم، این عالم نیست. این داره از من استفاده میکنه برای اینکه اون شهوت بالاخره مثلا ریاست و شهوت مثلا قدرت طلبی خودش رو ارضا بکنه. عالم باید بگه تا اینجا من حرف دارم بهت گفتم دیگه بقیه‌شم برو مثلا خدا، من کاری نیستم، دنبال من نیخه دیگه. حالا گاهی اینه، گاهی ما میریم سراغ کسی که خیلی علم داره، گاهی میریم سراغ از اون بدتر کسی که اهل چشمندی و مرتاض بازی و نمیدونم غیب گفتن و خیلی این چیز رایجیه. من خیلی میبینم آدما میرن سراغ کسی، دور کسی جمع میشن که بهشون ذکر میده، که خوابشون رو تفسیر میکنه، که نمیدونم اتفاقات غیبی زندگیشون، بعد فکر میکنن این چون یه مثلا حرفی زد که بعداً اتفاق افتاد دیگه من فقط باید دنبال این، دیگه مرید همین میشن. این خیلی اشتباهه. اینقدر آدم‌ها هستن که به واسطه همین اتفاقها مسیر زندگی رو گم میکنن، گمراه میشن. راستی که در اثر نادانی و چشم‌پوشی از ملاک‌ها انسان به چه دره‌هایی سقوط می‌کند و چه سنگلاخ‌هایی می‌ماند و به چه ناحق‌هایی دل می‌بندد. خیال می‌کند خوراک کم، لباس کم، مرتاض‌بازی، چشم‌بندی، تسخیر و تصرف یا از دل خبر دادن و از ضمیر حکایت کردن یا علوم دیگر ملاک مربی است. ملاک مربی هیچ کدوم از اینها نیست. ملاک مربی اینه که کی ما رو به خدا داره رجوع میده، نزدیک میکنه. با این نگاه خیلی از رابطه ها و رفاقت ها زیر سوال میره. من دیدم مثلا بچه‌هایی که خیلی بچه‌های خوبی هستن، مرید مثلا یه حالا مداحی شدن، مداحی خیلی خوبه، روزه، ذکر مصائب و در واقع مناقب اهل بیت خیلی خوبه، ولی تو نباید مرید این آدمه بشی. تو نباید مرید کسی بشی که مثلا اصلا چشم برزخی داره، صرف چشم برزخی داشتن دلیل نمیشه ما مریدش بشیم، دنبالش را بیفتیم. ما باید دنبال کسی را بیفتیم که خدا رو در او ببینیم، ما رو به خدا نزدیک بکنه. مربی اگر از مسئولیت‌هایش الهام بگیرد و از تواسی به حق الهام بگیرد، ناچار حق را در ما زنده می‌کند و ما را به او نزدیک می‌کند و از غیر او آزاد می‌کند. مربی باید چیکار بکنه؟ حق را در ما زنده بکنه، نه خودش رو. این چنین مربی نگاه‌هایش درس است و سکوتش درس است و حرف‌هایش درس است. این مربی از مورچه‌ای یا برگ خشکی یا شاخه پرباری یا شب آرامی و غروب زردی به ما درس می‌دهد. این مربیه همون یتلو علیهم آیاتهی، از این آیات برای ما درس در میاره. ما من شیء یراه عینک الا و فیه موعظه، هر چه دیده تو بر آن بیفتد میتواند برای تو درس و موعظه باشد. اگر ما گوش باشیم تمام هستی درس است، اگر ما چشم باشیم تمام هستی راه است. این مربی اینجوریه. صفحه بعد، آن رسول بزرگ بود که از بیابان خشک و بیلوته‌ای کوهی جمع می‌کرد و آنگاه درس می‌داد. حالا روایتشو شنیدین دیگه، توی بیابونی بودن و خلاصه می‌خواستن غذا بپزن و حضرت گفتن هیزم جمع بکنین. اصحاب گفتن که هیزمی نیست، گفتن برین بگردین پیدا میشه. هر کسی رفت تیکه آورد ریختن رو هم، دیدن اوه یه کوه بزرگی شد. حضرت فرمودن گناهان شما هم در قیامت همینه.
فکر میکنید چیزی نیست و کاری نکردیم، وقتی جمع بشه میبینید خیلی میشه. یا در برابر وزنه برداران میایستاد و نیرومندترین را معرفی میکرد. باز حضرت دیدن یک دارن سنگی رو برمیدن زور آزمایی میکنن، بعد فرمودن که میدونین از همین نیرومندتر کیه؟ کسی که بر شهوتش غلبه میکنه. خود به بازار میرفت و خرید میکرد و از پول کم بهره زیاد میگرفت و درس میداد. یا هنگام تقسیم غنایم انصار را محروم میساخت و ساخته شده ها را فاسد نمیکرد. یا هنگام غذا خوردن به مسجد میآمد و در سفره مینشست و درس میداد. یا در هنگام سلطنت و قدرت تواضع مینمود و درس میداد. در هر حال نگاهش، خنده‌اش، غضب و خشمش و آمدن و رفتنش درس بود و آموزش بود. از هر حادثه استفاده میکرد و برداشت مینمود و نشان میداد. یتلو علیهم آیاته، نشانه‌ها و آیه‌ها را برای آنها تلاوت می‌نمود. از همه حادثه‌های کوچک آیه در می‌آورد و تلاوت می‌کرد. خب رسول بزرگ و مربی آگاه این گونه خلق را رهبری می‌نمود و پیش می‌برد. مربی پس اول اینه. مربی این نیست که چشمندی کنه و نمیدونم از غیب خبر بده و اینها. مربی کسی که از همین آیه ها، از همین اتفاقات زندگی درس در بیاره و به متربیش اینها رو منتقل بکنه. دوش که سوال محوریه دیگه، حالا این بمونه دیگه، اضافه بشه به جلسه بعد که تذکر یادآوری رو می‌خواستیم عرض بکنیم. دیگه فکر کنم که بخش مقداری گذشت.